صاحب استقلالی برای سرنوشت ملت تاجیک آغاز مرحله صفتا نوی رشد محسوب یافته، بنیاد دولت نوین و ایجاد ارکان دولتداری معاصر را فراهم آورد. استقلالیت واسطه اساسی رشد و نموی دولت و معین کننده سیاست داخلی و خارجی هر کشور، نشان هویت، افتخار، ناموس، رمز سعادت و بقای ملت است. استقلال دولتی با آن مساعدت نمود که در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور کامیابی‌های بی‌نظیر به دست آورده شوند. استقلالیت در نزد ملت تاجیک رسالت بزرگ دولتسازی نوین را گذاشت که مهمترین آنها تشکیل ارکان دولت صاحب اختیار ملی، تحکیم صلح و ثبات، تأمین امنیت دولت و جامعه، آغاز روند سازندگی و بنیادکاری ها و رسیدن به سطح زندگی شایسته مردم می باشد. دور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان ذکر نموده‌اند به شرافت مستقلیت خلق ما صاحب رمزهای دولتی، پرچم، نشان و سرود ملی گردید. اساسهای ساختار کنستیتوسیونی، رکنهای نوی اداره کنی دولت، معیارهای تنظیم کننده حیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر گردیده اسعار ملی و معاملات برآورده شد. استقلالیت دولتی تاجیکستان نشان عالی دولتداری مستقل و آرمان‌های هزار ساله ملت برومند تمدن آفر تاجیک بود که با گذشت هزار ساله ها نصیب مردم تاجیک و تاجیکستانی گردید. با صاحب استقلالی رسیدن این ملت تمدن آفر، ملتی که با آقامیان دو مرتبه تمدن داده است و در طول زیاد از 2600 سال تاریخی آخری خود صاحب استقلال نبود، یک عدالت تاریخ، واقعیت تاریخ می باشد. صاحب استقلالی وطن تحت سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک نمونه عبرت ملت های دیگر است که در کوتاه‌ترین مهلت آبرو و اعتبار این ملت را به عرصه بین المللی برآوردند و خصوص خدمت های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت که در منبرهای بلند سازمان ملل متحد با تشبث های جهانی خودشان بار دیگر تمدن آفری ملت تاجیک را اثبات نمودند و با عالمیان خبر دادند. بزرگترین نعمت دوران صاحب استقلالی کشور به دست آوردن وحدت ملی است. اگر استقلالیت جوهری هستی ملت است، پس وحدت ملی کلید بخت و سعادت ابدی است که مردم تاجیکستان صاحب استقلال در دست دارند. استقلالیت معنای مستقلیت، آزادی، افتخار، سربلندی هر یک خلق، هر یک ملت است. ملت های هست که سالها باز برای استقلال مبارزه میبرند اما موفق نمیگردند. جمهوری تاجیکستان گرچنده که هزار سال از استقلالیت خود، از مستقلیت در کنار ماند، آخر با عزم و کوشش فرزندان این ملت به دست آمد. تاجیکستان امروز در ردیف کشورهای ترقی کرده عالم استقلال به مفهوم تامش این آزادی نسبی هر یک خاندان، آزادی فرهنگ، اقتصادیات، سیاست، معنویات و همه چیز است که ما تاجیک‌ها در این بخش زمینه با اعتماد داشتیم. ما با همدیگر با دوست، رفیق، همدم، مشفق باشیم، زیرا عقیده زمینه استقلالیت را 1000 سال، 1100 سال پیش از این بزرگان عالم علم ادب تاجیک گذاشتند و همه بزرگان ما همین وحدت یک گرفهمی استقلالیت همین را ترنم کردند که خلق ما در همین زمینه به کمال رسیده است. امروز ما از هر وقت دیده باید متحد شیم، یک گرفهمیم، باید فهمیش سیاسی داشتیم، نازکبینی سیاسی داشته باشیم و فهمیم که یگان فتنه بیرونه به ما تاثیر نکند. استقلال و آزادی، وحدت و یگانگی، صلح و ثبات امکانی واقعی فراهم آورده است که دوام 33 سالی صاحب استقلالی تاجیکستان به دولت مترقی تبدیل یافته با جهد و تلاش و تشبث‌های سازنده و دوراندیشانه فرزانه فرزند برومند ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قدم‌های بزرگ دولتسازی و دولتداری گذاشته شده. رشد اقتصادیات و اجتماعیات کشور تأمین و روزگار مردم رو به بهینه نهاده است.
تطبیق هدف‌های استراتژی رهبریت حکومت کشور در مثال تأمین امنیت آذوقه‌واری و دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، رهایی یافتن از بنبست کمونیکاسیونی و صنعتی کنانی با سرعت مملکت از اقدام‌های شایسته و تقویت دهنده رشد باثبات ملت و دولت است که ما تاجیکستانیان را به سوی قله‌های بلند رسیدن به ارمان‌های هزار ساله راهنمون می‌کند. استقلالات جمهوری تاجیکستان با مردم تاجیک اگر که در مجموع گیریم یک آزادی یکدیگر فهمید، بنیادکاری که در دوام 70 سالی که ما در هیئت اتحاد شوروی بودیم، یعنی که هر گرچند که استقلال داشتیم استقلالات کامل نبودیم. ما حالا صاحب استقلالات کامل هستیم که این قدر آبادی هایی که من در تاجیکستان علاوه خصوص هر یک شهر ناحیه که آبادی شده است، این همون استقلالات کامل است که هر مردم تاجیکستان به دست آورد. آبادکاری در هر یک دهه شهر که حالا فرقیت بین دهه و شهر ناحیه قریب که از بین رفته است، خیر آبادانی شده است. این است همون استقلالات کامل. به دست آوردن استقلالیت، تأمین وحدت، صلح و آسایشتگی مردم شرفی بزرگ است و حفظ و نگهداری این ارزش‌های عالی از هر فرد دلاگاه وطندوست با ننگ، مسئولیت بلند وطنداری و احساس گرم خودشناسی ملی را تقاضا می‌کند که این رسالت بزرگ را ما فرزندان تاجیکستان به دوش داریم. حسن‌زاده آیما، فیروز خورشید، نموزلی ارگش برای برنامه تحلیلی اطلاعاتی 7 روزی ختلان.